فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی که خواهری از پاوه فرستادن این است که گفتن دختری 28 ساله هستم که چند سال پیش خواستگار زیاد داشتم اما الان نه. به نظر شما بستن بخت میتونه حقیقت داشته باشه؟ خیلی میگویند بختتون را بستن با سحر و جادو. لطفاً جواب را بدید که چگونه و با چه دعایی بخت باز میشود. بفرمایید. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه من تبع هداه الی یوم الدین. موضوع خواهر بزرگوار ما با بخت و سحر و جادوی بر نمیگرده، به مشکل اجتماعی خودی ما و شما برمیگرده که در جریان عمری که بیشتر مورد علاقه جوانان هست، در اون سن از ازدواج با آنها خودداری میکنن و از یا خانواده هایشان نسبت به اسبابی که گهگاه درست است و گهگاه نادرست. بعد از گذشت بالا رفتن عمر خود به خود یعنی نسبت خواستگارها کم می شود، چون که یعنی نسبت عمری جوانان هم که ازدواج میکنن از 30 به پایان هست و از اکثریت مطلقشان از 30 به پایان هست و آنها زن پایانتر از عمر خود چیزی پایانتر از عمر خود میخواهند و عمر طبیعی هم فاصله باید بین عمر طبیعی مرد و همسرش بوده باشد از همه بهتر و سازگارتر هست. زمانی که عمر بالاتر رفت طبیعی خواستگارها کم می شود، اما برای او واهمه جادو و غیره ساختن این خودش هم یک خیال جادویی هست. یعنی طبیعی خود بعد دست خود بعد دام خیال جادویی انداخته که اینجا جادویی شده و بخت بسته شده، بلکه از الله تبارک تعالی دعاگو باشد و هر آنجایی که حتی در سیرت صحابه کرام و زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم جریانات متعدد داریم که انسان مناسب اونجا می بود. مثلا عمر رضی الله تعالی عنه دخترشان به عثمان رضی الله عنه و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیشنهاد کردند که اگر چیز بوده باشد انسان خوبی هستید دختری ما هست ازدواج بکنین. یعنی هیچ نوع اشکالی در اینجا وجود ندارد. یکی از خلل‌های اجتماعی جامعه ما یعنی عدم توجه به گزینش داماد خوب برای دختر خود هست و گویا این چیزها را از بی‌حیایی یا که کم اهمیت نمایی خانواده خود به شمار میشمارند که به جوان خوب مناسب به انسان صالح و نیک و انسان بزرگوار پیشنهاد بکنن که یعنی شما هم لازم داره و ما هم داماد خوبه برای ما لازم هست، دختر خوبه هم پیش ما هست. بسیاری ها آگاهی ندارن و بسیاری های دیگری هست که شاید احساس ای را داشته باشن که بسیاری ها رفتن در جریان سالهای گذشته جواب رد گرفتن و ما هم که از اونها پایانتر هستیم شاید بیشتر جواب رد بگیریم. لذا شکستن این موضوع برمیگرده به جرأت و اقدام خود خانواده در دایره آنچه که مشروع هست و از اخلاقیات اسلامی و اخلاقیات طبیعی بیرون نیست، بله اخلاقیات عرفی ما گاه به اشتباه می رود و این اشتباهات قسمی که در موضوع تعاملی که در موضوعات با وجود آمدن محبت بین دو دختر و پسر جوانه صورت میگیرد که بسا اوقات به حرکت های نامشروع می انجامه و بسا اوقات به این می انجامه که دختر و پسر فراری می شوند و حرکت های نامشروع صورت میگیره. اگر در دایره شرع اقدام بکنن به جمع دوسیه خود به خود قضیه حل می شود و هیچ نوع مشکلی باقی نمیموند، مشکلات پیش نمیشد. همچنان این موضوع عین موضوع هست و انشاء از الله تبارک و تعالی دعاگو بوده باشد که هرچی بیشتر
برای شما یک همسر خوب و نیک ارزانی عنایت بکنه و او هم نعمت الهی هست. همسر و همزیستی خوب در زندگی یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای مرد همسر نیک را بهترین نعمتی که در دنیا هست، بهترین نعمت همسر نیک برای مرد را یادآور شدن. همچنین برعکس شوهر نیک برای زن و برای دختر بهترین نعمت است که برای او ارزانی می شود. پس این بهترین نعمت را از الله تبارک و تعالی به همون وجه باید خواست.